اگه میخوای مثل جواد مقدم بخونی باید مود اج رو یاد بگیری. مود اج یک صدای بلند و کمی تیز که کلی هم تو اوج خوندن کمکت میکنه. و اگه میخوای مثل حاج محمود بخونی باید مود اووردرایو رو یاد بگیری. مود اووردرایو یک صدای بلند و فریادگونه که کلی هم به صدات قدرت میده. ما از تو به غیر تو نداریم تمنا. و اگه میخوای مثل آقای نریمان بخونی باید مود کربینگ رو یاد بگیری. مود کربینگ یک صدای ناله‌دار که کلی به صدات حس و حزن میده. خداوند دارم نیامد یگانه یابد یارم نیامد. و اگه میخوای مثلا مثل اینجا مثل آقای بنی فاطمه احساسی و نرم و لطیف بخونی باید مود نیوترال رو یاد بگیری. و حالا به نظرت اگه بخوای مثل سید جواد ذاکر بخونی باید کدوم یک از این 4 تا مود صدا رو یاد بگیری؟ جوابش رو تو کپشن گفتم. و اگه میخوای مودها رو یاد بگیری حتما همین الان کلمه مود رو کامنت کن و حتما پیجم فالو کن.